امروز یه بازی خفن بکنین که خیلی هم باحاله. این اولین ویدیو یک بازی من و اگه دقت بکنین این اولین ویدیو من و یه چیز دیگه. من هیچ وقت ویدیو کوتاه نمیذارم. اوکی بریم سراغ بازی. فقط من تو مسافر هستم. اگه صدا پدر مادرم رو میشنوی ناراحت نشین لطفا. الان بگین چطور قدر پول داریم چون بازی مد شده است. اوکی بریم کار اصلی اینجاست. حالا جا دیگه هم هست اما فعلا داریم بیدار شدن و این بازی همگی زامبی شدن و ما تو این بازی هم الان میتونیم در را افت کنیم. خواهیم هم نصبش کنیم. اسمشو بعدا میتون میدم. اگر نکنیم بازش خیلی باحاله. مثل شرکت حالا با خودتون این وسطیه چیه؟ اون فعلا چیزه. اون یه قدرتی که وقتی از دیگه داشتن جوش تبیه شدن باز اصلا دیگه چیز داشتن مثلا 33 تا بیشتر وزن خیلی بیشتر اینجا ببندم این چرا تو اول ویدیو من 2 تا حالا ویدیو کوتاه گذاشتم 2 تا لایک و شما لایک کنید از یه نفر. ببینید من اینو با یه تفنگ بگیریم بکشید اینجوری تمام. یه هفته اول عید مثلا من اگه میونه هیچ دوباره میشه دارم لیمونت داریم جانت داری بیا جلو دست زنبی و کشته شده عجیبه چون زنبی نیست ولی کشته شما ناراحت نشین. این صدا در نظر خودتون نگیرید. صدا دیگر رو در نظر نگیرید. این صدا دوروبری و در دسترس نگیرید. بابا حالا ما تویش بازی و اینجوری که اینجا زامبی حالا من اینو بهتون گفتم که ببخشید خیلی شهر ترافیک است. من بزنم این ترافیک تا کجا؟ حالا توی زامبی نیست دیدی که مرد بچه حالا منو ساب کنید تو گوگل سرچ خوش رسون دیوایتون هم فالو کنید چون جد آوارتونه فالوش کنید. اونه که رسول مسخرهش کرده ویدیو نمیدم بی ادب و مگو رسول رو دیس میکنی. نه بابا لباس هرچی من بخوام بخرم مثل الان هم میخرم. این هم که لباس بخرم جونم بخرم زیرا مارا قامت بچه دیگه
صدام قطع میشه چون دیگه لیموناتمو کامل خوردم. فقط ما اینجا یه تیری کنیم، اینجا خالی کنیم. حالا تو اینجا زومبیا خیلی خرکی هست، میبینی خود چیزش بابا خوابه تر نگو ول کن الان موقعی خونده صدا میشتم حالا تو اینجا زومبیاش خیلی خرکی هست. حالا من خود تمام زومبیا رو بکشم. چه خوشگله خیلی خریب. بیا بوس بده. چرا برد؟ حالا بس بجا ماینکرافت یکیش خب لول دو یکیش هم هیچ لولی بریم لول دو. هر وقت لاش بخورده بده توی لاش نخور چقدر کردم خب یا قرطو جدید این هم بهترین شو تو پیش من یه بچه زومبیاش من دو میخوام TNT چه خوشگل عزیزم خودش نیست؟ بچه ما فقط باید 2 تا لول دیگه براتون بقیه لول ها فقط بعدم اسکلت یه لول دیگه براتون گذاشتیم اوکی چقدر روی آتیش ترکید جد خودت ندید جد اوکی بچه هست همین لیول ها گذاشتم دیگه براتون همین لیول ها گذاشتم یعنی چون شما یه لول گذاشتی فقط یه لول
اوکی تو اینجا موزه نه موزم که نیست اگه دوباره شما خوب بزنم اوه بچه بود خودش یه بشه حالا ما داریم جو مسافرتی تصادف هم شانس ما شده جلوی کویکو رفته اوکی بچه دیگه تا لول بعدی ببینمتون دیگه خداحافظ